سلام، شبتون بخیر. خوش اومدین به این مدیتیشن. امیدوارم حالتون خوب باشه. من مهسا هستم، مربی یوگا و مدیتیشن. میتونید منو در اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. آدرسش رو توی کپشن براتون گذاشتم. مرسی که همیشه با من همراه هستید. حتما نظرتون رو برام بنویسید. اگر فکر میکنید این مدیتیشن میتونه حال کسی رو بهتر کنه، این ویدیو رو با اونا هم به اشتراک بذارید. پس بیاییم شروع کنیم. اول ازتون میخوام یه جای راحت و فوق‌العاده آروم پیدا کنید. یه وضعیتی که توش احساس آرامش و آسودگی داشته باشید. میتونید روی زمین بشینید یا روی صندلی و یه بالشتک کوچیک زیر لگن بذارید. یا اگر سختتون بود میتونید دراز بکشید. هر جوری که راحت هستید اون وضعیت رو انتخاب کنید. حالا شروع کنیم. یه نفس عمیق بکشید. عمیق تر از هر نفسی که امروز کشیدید. و همزمان آروم چشماتون رو ببندید. دم بگیرید و وقتی بازدم میکنید حس کنید که همه هوا از بدنتون خارج میشه. دم، بازدم، یه نفس دیگه. دم، بازدم. وقتی دم میگیرید به انتهای دم میرسید چند لحظه همونجا بمونید و سکوتی که درونتون هست رو حس کنید. دم. و وقتی بازدم میگیرید در انتهای بازدم دوباره اون لحظه سکوت رو پیدا کنید. همینطور به نفس کشیدن ادامه بدید و این سکوت طبیعی که در انتهای دم و بازدم وجود داره رو احساس کنید. بذارین این لحظه شما رو در لحظه حال نگه داره و کم کم ذهنتون رو آروم کنه. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. به خودتون اجازه بدید که همه فکرها و نگرانی هایی که قبل از شروع مدیتیشن داشتین رها بشه. هیچ جای دیگه لازم نیست باشید. هیچ کار دیگه لازم نیست انجام بدید. به ذهنتون اجازه بدین که آروم بشه و آماده استراحت بشه. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. همچنان نفس‌های عمیق بکشید و حس کنید که جریان نفس چطور از بین تمام ماهیچه‌ها و سلول‌های بدنتون عبور میکنه. حسش کنید. از نوک انگشتان پا
تا تاج سرتون. به هر جایی از بدنتون که استرس یا تنش داره توجه کنید. اگه جای احساس گرفتگی، درد یا سفتی دارین، به اون نقطه نفس بکشین. دم، بازدم. ابروهاتون رو رها کنید. فکتون رو رها کنید. کف دستاتون رو باز کنید. به هر جایی از بدن که هنوز تنش داره توجه کنید و با هر دم آرامش رو به اون قسمت بفرستید و با هر بازدم بهش اجازه بدید که رها بشه. دم، بازدم. دم، بازدم. دم، بازدم. حالا نفس کشیدنتون رو به حالت طبیعی خودش برگردونید. ولی توجهتون رو روی اون نگه دارید. بذارین نفس هاتون راهنمای شما برای ورود به خواب باشه. حالا میخوایم یه نیت برای خوابی که امشب داریم تعیین کنیم. خیلی وقتا وقتی توی تخت دراز میکشیم فکر میکنیم که نکنه به اندازه کافی نخوابیم، نکنه خواب خوبی نداشته باشیم. اما چیزی که بهش توجه کنیم همون رو بیشتر تجربه میکنیم. پس الان بیایم به چیزی که میخوایم فکر کنیم، نه چیزی که نمیخوایم. پس نیت کنیم که امشب یه خواب آروم، عمیق، راحت و لذت بخش داشته باشیم. پس خیلی آروم بیاین این جملات رو توی دل خودتون با من تکرار کنید. همکنون تمام نگرانی ها و استرس های روز رو رها می کنم. من اتفاقات امروز رو رها می کنم و با دلی باز به استقبال شب میرم. با فرود اومدن تاریکی، آرامش منو زندگی منو در بر میگیره. هر دقیقه‌ای که میگذره احساس آرامش و آمادگی بیشتر برای خواب میکنم. ذهنم آروم هست، بدنم آروم هست. من هر شب به خوابی آروم و عمیق فرو میرم. من با هر نفس آرومتر میشم و آرومتر به خواب میرم. این جملات رو تکرار کنید. بذارید این نیت توی وجودتون بشینه. احساس آرامش، آسودگی و راحتی رو همین الان در خودتون ایجاد کنید. دمی عمیق، بازدمی عمیق.
همینطور که آرومتر میشین چند لحظه فکر کنید به چیزهایی که توی امروز یا این اواخر براتون اتفاق افتاده و بابتشون سپاسگزار هستی. میتونه سلامتیتون باشه، امنیتتون باشه، یا حتی اینکه برای خودتون وقت گذاشتید و این مدیتیشن رو انجام بدید. هر چیزی که به ذهنتون میاد چند لحظه با اون حس خوب و قدردانی بمونید. بذارید این حس قشنگ آروم آروم شما رو به خواب نزدیکتر کنه و خیلی آروم توی دل خودتون با من تکرار کنید: من روز رو با احساس قدردانی و آرامش به پایان میرسونم و از خوابی که آروم هست استقبال میکنم. من برای امروز سپاسگزارم و مشتاقانه منتظر رویدادهای خوب فردا هستم. یه نفس عمیق. مرسی که با من همراه بودی. شبتون آروم و رویاهاتون شیرین. نماسته. از قلب من به قلب شما.